سلام دوستان، به ویدیو امروز چنل هلسی لایف خوش اومدید. این اولین ویدیو چنل هلسی لایفه و قرار هر روز با کلی ویدیو راجع به سلامتی در خدمت شما باشیم. اگر برای سلامتی خودتون و اطرافیانتون ارزش قائل هستید، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و یک کامنت قلب حمایتی خوشگل بر ما بذارید. موضوع ویدیو امروز ما قوی ترین رژیم غذایی برای کرونا در سال 2022 است. تحقیقات نشان می‌دهد که تغذیه مناسب در دوران کرونا تأثیر بسزایی در روند بیماری دارد و حتی می‌تواند از مرگ بیمار به اثر کرونا جلوگیری کند. دستگاه ایمنی افراد مبتلا به کرونا به دلیل مبارزه با این ویروس ضعیف شده و بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی بدن خوردن غذاهای مفید و توجه به نکات تغذیه‌ای در دوران ابتلا به کرونا است. افراد کرونایی به دلیل قرنطینه شدن در خانه و به هم ریختن نظم خواب و کم شدن اشتها میل زیادی به استفاده از میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مفید ندارند و رو به مصرف تنقلات و فست‌فودها می‌روند که برایشان مانند سم است. استرس و اضطراب باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن می‌شود که به شما پیشنهاد می‌شود در دوران درمان کرونا موزیک‌های آرامبخش گوش کنید، دمنوش‌های آرامبخش میل کنید و مدیتیشن کنید تا سیستم ایمنی بدنتان را تقویت کنید. می توانم رژیم لاغری خود را در طول درمان ادامه بدم؟ دقت داشته باشید که هیچ چیز در دنیا ارزش سلامتی شما را ندارد و شما باید رژیم خود را در دوران درمان ویروس کرونا قطع کنید، چرا که کمبود کالری و مواد غذایی مورد نیاز در بدن باعث ضعیف شدن عملکرد سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا می شود. اگر باز هم می‌خواهید رژیم لاغری خود را ادامه دهید، حتما با یک فرد متخصص در حوزه تغذیه مشورت کنید. در دوران ابتلا به کرونا چی بخوریم؟ سیستم ایمنی بدن برای عملکرد صحیح در برابر ویروس کرونا نیاز به روی، آهن، منیزیم و انواع ویتامین‌ها مانند ای، آ، سی، B12 و B6 دارد که در این میان ویتامین سی از کلیدی ترین نیازهای سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا است. مواد غذایی که قرار بهتون بگم حاوی ویتامین های عنوان شده هستند. میوه های تازه مانند هندوانه، موز، هلو، شلیل، سیب، انبه. سبزیجات تازه مانند کاهو، جعفری، کرفس، سیر، اسفناج، پیاز. حبوبات مانند لوبیا، نخود، عدس، لپه و ماش. غلات مثل برنج، جو، گندم و ذرت. مغزیجات مثل بادام، فندق و پسته. چربی اشباع نشده که شامل روغن‌های گیاهی طبیعی مثل ذرت، آفتابگردان و سویا می‌شوند و روغن ماهی و آجیل. نوشیدن حدود 10 لیوان آب در روز الزامیه و برای سلامتی و درمان کرونا به میزان کافی حتما باید آب میل کنید. انواع گوشت مانند گوشت قرمز، مرغ، بوقلمون و ماهی. لازم به ذکر است که تمامی مواردی که گفته شد باید به مقدار کافی مصرف شوند و زیاده روی در خوردن این مواد غذایی برای بدن مضر است. پیشنهاد می شود در صورت امکان هر روز ماهیچه و یا گوشت قرمز را آبپز کنید و آب آن را میل کنید که به شدت برای کرونا تاثیرگذار است. نوشیدن مایعات کافی در طول روز. اگر شما به کرونا مبتلا شدید به احتمال زیاد میل زیادی به خوردن میوه و سبزیجات ندارید، پس بهتر است آنها را آبگیری کنید و سپس میل کنید. آب برای سیستم ایمنی بدن عنصر حیاتی است و باعث سم‌زدایی بدن می شود، پس مصرف مقدار کافی آب خیلی مهم است. اما ویروس کرونا باعث می شود که شما احساس تشنگی نکنید و بدن کمبود آب را نتواند به شما هشدار دهد. سوالی که پیش می آید این است که از کجا بفهمیم به اندازه کافی آب می خوریم؟ بهترین و آسان‌ترین راه توجه به رنگ ادرارتان است. اگر ادرارتان غلیظ و تیره است یعنی آب بدن شما کم است، اما اگر ادرار شما رقیق و روشن است یعنی به مقدار کافی آب می نوشید و آب بدنتان تامین است. ویتامین دی برای درمان کرونا عنصر مهمی است که برای تامین این ویتامین می توانید مواد غذایی که الان خدمتتون عرض می کنم را استفاده نمایید. شاه ماهی و ماهی ساردین، کنسرو ماهی تن، میگو، زرده تخم مرغ، قارچ، غلات، شیر گاو و شیر سویا. منابع غذایی که خدمتتون عرض کردم مقدار کمی ویتامین دی دارند و نمیتوانند ویتامین دی کافی سیستم ایمنی بدنتان را تامین کنند. بهترین راه برای تامین ویتامین دی این است که هر روز در زیر نور خورشید قرار بگیرید و چون کسانی که به کرونا مبتلا میشوند نمیتوانند از خانه خارج شوند، پیشنهاد میشود از قرص این ویتامین استفاده کنند. ویتامین C یکی از کلیدی‌ترین نیازهای سیستم ایمنی بدن برای مقابله با ویروس کرونا است.
و زمانی که بدن بیمار می شود مصرف این ویتامین در بدن بالا می رود. برای تامین ویتامین C بدن خوراکی‌هایی را که براتون لیست کردیم را می توانید مصرف کنید: فلفل‌های چیلی، فلفل دلمه زرد، آویشن، جعفری تازه، اسفناج، کیوی، لیمو، پرتقال و گوجه فرنگی. شما می توانید از قرص ویتامین C نیز برای تامین این ویتامین استفاده کنید. ویتامین A. ویتامین A یک ویتامین محلول در چربی است که آنتی اکسیدان بسیار قوی می باشد که منابع غذایی این ویتامین را براتون نام میبریم: هویج، زرده تخم مرغ، جگر گاو و مرغ، کره، روغن کبد ماهی کاد، ماهی سالمون، پنیر چدار، شاه ماهی، ماهی قزلالا، اسفناج، کاهو، کلم، فلفل قرمز و کدو تنبل هستند. ویتامین E. منابع ویتامین E عبارتند از گوشت قاز، ماهی سالمون، قزلالای رنگین کمان، خرچنگ، شاه میگو، بادام، فندق، بادام زمینی، پسته، بادام هندی، انبه، کیوی، زردآلو، زیتون، تمش و اسفناج هستند. امگا 3. امگا 3 از نیازهای ضروری بدن به ویژه در زمان ابتلا به کرونا است که خوراکی‌هایی که با آنها می توانید امگا 3 مورد نیاز بدنتان را تامین کنید عبارت است از ماهی خالخالی، ماهی سالمون، شاه ماهی، ماهی ساردین، خاویار، تخم کتان، گردو و دانه سویا. انواع ماهی بهترین منابع برای تامین امگا 3 هستند که پیشنهاد می شود هفته 2 وعده ماهی میل کنید و اگر نمی توانید خوراکی‌هایی که گفته شده را مصرف کنید می توانید از مکمل‌های حاوی امگا 3 استفاده کنید. پروتئین ها. پروتئین دارای 2 منبع گیاهی و حیوانی است که بهترین منابع گیاهی شامل کره بادام زمینی، سویا، آجیل و خشکبار، لوبیا سیاه، عدس، حبوبات و سبزیجات می باشند. غنی‌ترین منابع پروتئین حیوانی شامل ماست، شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، ماهی و غذاهای دریایی، گوشت مرغ و بوقلمون هستند. شما می توانید از مکمل‌های حاوی پروتئین مانند وی برای تامین پروتئین مورد نیاز بدنتان نیز استفاده کنید تا بتوانید بر ویروس کرونا غلبه کنید. پیشنهاد می شود هر روز 1 عدد تخم مرغ آبپز شده میل کنید. چه غذاهایی را نباید در دوران ابتلا به کرونا مصرف کنیم؟ نباید غذاهای سرخ شده و کباب شده مانند کتلت و کباب مصرف کنید و باید غذاهای آبپز شده میل کنید. تا جای ممکن قند و شکر نخورید. خوردن فست فود برای بیماران کرونایی ممنوع است. نباید غذاهای فرآوری شده مانند کنسرو و غذاهای نیمه آماده مصرف کنید. مواد غذایی که حاوی شکر مصنوعی هستند مانند کیک، نوشابه، آب میوه‌های صنعتی و ماه‌شهی را به هیچ عنوان مصرف نکنید، اما مصرف آب میوه‌های طبیعی برای بدن مفید است. نباید از ادویه‌های مختلف در غذاهایتان استفاده کنید. از خوردن غذاهای پرچرب و حجیم مانند کله پاچه و پنیر پیتزا خودداری کنید. نباید نوشیدنی‌های حاوی کافئین مانند قهوه، نسکافه و چای مصرف کنید. در این ویدیو به طور جامع مواد غذایی مفید و مضر برای کرونا را توضیح دادیم. امیدواریم که هیچ وقت به کرونا مبتلا نشوید، اما اگر کرونا گرفتید با رعایت همین نکاتی که در این ویدیو گفته شد به راحتی و به سرعت خوب خواهید شد. پس نگران هیچ چیز نباشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و سوالاتتون رو در کامنت بپرسید و یک کامنت قلب حمایتی خوشگل برامون بذارید. مرسی که با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.